10 ربیع الاول، سال روز ولادت عالم ربانی مرحوم حاج میرزا محمد باقر شریف طباطبایی اعلی الله مقامه است. زندگی ایشان زوایای متعددی دارد. در این فرصت به طور خلاصه به یکی از جوانب حیات علمی ایشان اشاره می‌کنیم. بخشی از آثار بجامانده از این بزرگوار نامه‌های ایشان است که برای افراد مختلفی نگاشته‌اند. محتوای نامه‌های ایشان به طور مختصر چنین است: پس از وفات مرحوم آقای کرمانی اعلی الله مقامه به طور مکرر گفت و شنودهایی میان دوستداران بزرگان دین در رابطه با جستجوی شخصی به عنوان حامل علم شیخ مرحوم اعلی الله مقامه و قائم مقام مرحوم آقای کرمانی اعلی الله مقامه به گوش می رسید. محور مهمی از محتوای نامه‌ها پاسخگویی به این مسئله است. در نامه‌ای به مرحوم آقای میرزا حسن اصفهانی رحمه الله در جواب تردید وی در این موضوع می‌نگارند: و اما آنکه در باب امر معهود مرقوم نموده بودید، هرگاه چیزی از این امر معلوم شده اعلام نمایم، عرض می شود که تاکنون که از این امر از جایی چیزی نفهمیدم و در تفحص بوده و هستم. هرگاه خدا خواست و از جایی چیزی فهمیدم اخبار خواهم نمود و البته آن جناب هم اگر از جایی چیزی فهمیده باشند مرقوم خواهند داشت. زیاده عرضی ندارم. همچنین در مکاتبات خود با محمد صادق خان کرمانی می‌فرمایند: و اما اینکه فرموده اید بعد از ایشان به غیر از فقها و علماء ظاهری وجود کسی دیگر لازم است یا خیر، اگر لازم است کجاست و اگر لازم نیست تکلیف چه چیز است؟ عرض می کنم مرا از تصریح به او معاف بدارید، چرا که بیش از این طاقت حمله و سهولت خلق روزگار و انواع عداوت‌ها و سخریه‌ها را ندارم. پس هر کس بتواند شرح مطالب ایشان کند همان است. بخشی دیگر از محتوای نامه‌ها احوال پرسی‌های متعارف و خبرگیری‌های معمول آن زمان است. سفارشات و توصیه‌هایی برای بعضی از افراد و یا بعضی امور اجرایی مثل قرض گرفتن، پرداخت قرض، خرید بعضی مایحتاج زندگی و غیره نوشته شده است. به عنوان مثال در نامه‌ای مرقوم فرموده اند: 2 پاکت است. یکی از اخوی آقا میرزا صادق و یکی برای همشیرزاده آقا مختار مرحمت فرموده. هر دو را در محله احمدآباد به خانه اخوی برسانید که لازم است. خدمت مخادیم آن سامان همگی سلام برسانید. دعاگوی همه هستم و التماس دعا از همه دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محور سوم مطالب نامه‌های مرحوم آقای شریف طباطبایی اعلی الله مقامه توصیه‌های اخلاقی و علمی است. جمله معروف تمام ترقی و استکمال در تعلیم و تعلم است یکی از فرمایش‌های این بزرگوار است در نامه‌ای خطاب به مرحوم ملا رضا انارکی رحمه الله. و همچنین در نامه‌ای خطاب به ایشان می‌فرمایند: تحصیل جناب شما در آن ولایت تعلیم مؤمنین است. مرحوم ملا رضا انارکی از فراق مدرسه آن بزرگوار متأثر بودند و آن بزرگوار هم این گونه پاسخ عنایت کردند. محور چهارم مکتوباتی است که برای رفع خصومت‌ها و نزاع‌ها مرقوم فرمودند. برخی از این خصومت‌ها مربوط به امور دنیوی بوده است و برخی امور دینی. فراخور موضوع اختلافی بیانی در رفع اختلافات بیان کردند. برای نمونه در نامه 23 صفرالمظفر 1308 که گیرنده نامه مشخص نیست، توصیه‌هایی برای رفع یک نزاع در انارک مرقوم فرمودند. از قرار معلوم چندی قبل در انارک در میان 2 طائفه نزاع عظیمی واقع شده و خیلی عجیب است که در قریه‌ای که همه با هم معاشر و مجالسند چرا باید بدون جهت و سبب بر سر هم دیگر بریزند، به خصوص در روز عاشورا، و بعضی را بزنند و بعضی را مجروح سازند. خلاصه جناب شما رؤسا و عقلاء طرفین را ملاقات نمایید و با ایشان صحبت بدارید و نصیحت کنید
که آخر نه این است که این گونه حرکات جاهلانه که جهال طرفین کرده اند فساد و فتنه است؟ و نه این است که فتنه و فساد در میان عباد بدترین معصیت هاست؟ با هم بنشینید و بی‌غرضانه تدبیری کنید که به کلی رفع فتنه و فساد بشود و خیالات فاسد و عداوت ها از میان برود تا عقلا و جهال همگی از شر یکدیگر آسوده باشند و مشغول کار خود. حیف است که ولایتی مثل انارک به واسطه چند نفر جهال در میان ولایات بدنام باشد و مردمانش مورد مذمت و سرزنش. محور دیگر نامه‌هایی است که خطاب به نمایندگان خود در شهرها و روستاها نگاشته‌اند و وظایف تبلیغی آنان را یادآور شدند. یکی از بارزترین نامه‌ها نامه‌ای است خطاب به مرحوم ملا رضا انارکی رحمه الله که خود آن مرحوم بخش‌هایی از آن نامه‌ها را جمع‌آوری کرده است. بیان اوضاع اجتماعی مردم، دینگریزی و دینستیزی آنان محور دیگری از نامه‌های مرحوم آقای شریف طباطبایی اعلی الله مقامه است. شکایت از اوضاع زمانه و قدر ناشناسی مردم به طور مکرر در نامه‌ها ملاحظه می‌شود. برای نمونه در نامه‌ای خطاب به مرحوم حاج میرزا علی محمد نائینی معروف به مرحوم شهید مرقوم فرموده‌اند: دلخوشی در این آخرالزمان و فتنه های شیطان همین است که الحمدلله خداوند عالم به عنایت خاصه خود ما را از چنگ شیطان رها کرده و رسم خود و اسم دین خود را از زبان ما جاری کرده. له الحمد و المنه. و کدام منت و نعمت در دنیا و آخرت از این بزرگتر خواهد بود؟ پس جای ملال و کسالت نیست، اگرچه مردم به طوری که شاید و باید رعایت نکنند. فاصبروا و صابروا و رابطوا و اذکروا و تذکروا رعایته رعایته و هو کاف عبده. مهلت زیاد ندارم که سلام به هر یک به اسم برسانم، ولکن خدا شاهد است که دعاگوی همه دوستان امیرالمؤمنین روحی لموالیه الفدا هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حرره العبد محمد باقر. پاسخگویی به پرسش‌های فقهی محتوای بخش دیگری از نامه‌های مرحوم آقای شریف طباطبایی اعلی الله مقامه است. به ویژه پرسش‌هایی که مرحوم آقای سید هاشم لاهیجی از ایشان پرسیده است و به حمدالله این نامه‌ها در دست است. همچنین در نامه‌های دیگری پس از تعارفات مرسوم و بیان بعضی مسائل پاسخ پرسشی فقهی را مطرح فرمودند. بخش مهم دیگر در نامه‌های آن بزرگوار پاسخگویی و نقد مسئله لزوم وحدت ناطق شیعی است. با توجه به اینکه آن بزرگوار سردمدار نقد و بررسی این مسئله بودند، طبیعی است که پرسش‌های فراوانی در این زمینه خدمت آن بزرگوار مطرح می‌شد. بعضی از این پرسش‌ها را به صورت رساله پاسخ فرمودند و بخشی را در نامه‌ها مرقوم فرمودند. از جمله مکاتباتی که با محمد صادق خان کرمانی داشته‌اند که تماماً درباره پاسخگویی به زوایای مختلف این مسئله است و مفصل است، به طوری که اگر موانعی مانع نبود، آن مکتوبات را به صورت رساله ارائه می‌فرمودند. خود آن بزرگوار در موضعی از این مکاتبات می‌نویسند: آنها باشند. باری تفصیل عریضه زیاد شد و اصل سوالات مقتضی رساله بود، ولکن تعمد در عریضه شد که اگر نخواسته باشید دیگری خبر شود تعدی نکند. غیر از مکاتبات با محمد صادق خان کرمانی، در نامه‌های دیگری نیز اشاراتی به این مسئله شده است. مرحوم آقای شریف طباطبایی اعلی الله مقامه 2 نامه خطاب به مبدع لزوم وحدت ناطق شیعی مرقوم فرمودند. البته ممکن است نامه‌های دیگری نیز باشد که متاسفانه تا این لحظه به دست نیامده است. این 2 نامه قبل از طرح و انتشار لزوم وحدت ناطق شیعی است. اولین نامه هنگامی است که از همدان همراه نعش مطهر مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه عازم عتبات عالیات بودند و دیگری نامه است که از عتبات عالیات نگاشتند.
مرحوم آقای شریف طباطبایی اعلی الله مقامه در این نامه مراتب احترام و خضوع ظاهری را نسبت به او بیان می‌فرمایند و هم به ادعای ریاست نداشتن خود تصریح می‌فرمایند. این نامه‌ها قبل از انتشار لزوم وحدت ناطق شیعی مرقوم شده و از آن بعضی خصوصیات اخلاقی قائل وحدت ناطق روشن می‌شود. تحلیل پیام‌های این دو نامه فرصت دیگری را می‌طلبد. اهل بصیرت وامدار زحمات عالم ربانی مرحوم آقای شریف طباطبایی در عرصه‌های مختلف علمی هستند. خداوند ما را قدردان زحمات ایشان قرار دهد. اعلی الله مقامه و نفعنا بعلومه.